ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة اذا لم يستحلها. جناب ابو حنیفه گفتند که ما هیچ مسلمان را به سبب انجام دادن گناه، اگرچه گناه کبیر هم که باشد، تا زمانی که او را حلال نشمارد او را ما کافر گفتن نمیتونیم. یعنی اگر انسانی که گناه میکند و همون گناه را همچون گناه اعتقاد دارد، مثل که می نوشد ولی اعتقادش بر همیه که همین نوشابه مسکننده حرامه، اینجا گناهگار می شود و کافر نی. یا زنا میکند و لیکن زنا را همچون گناه میداند، نه اینکه مثال حلالش نمیشمارد، زیرا حلال شماری میگه و از دین بیگانه میشود، زیرا در مقابل آیت قرآن است. الان اینجا برادر عزیز نازکیاش همینه. بعد ولا نزیل عنه اسم الایمان، آن کسی که مرتکب یا انجام دهنده گناه کبیره باشد، گناه کلان، ما او را میگه از نام مؤمنی خط زده نمیتونیم که بگیم تمامی مادام گناه کرد یه از ایمان خارج شد، میگه یه حق ما نداره. و نسمیه مؤمنا حقیقتا، ما ابو حنیفه میگه کسی گناه کبیره هم که کند او را همچه یک مؤمن حقانی میشماریم، فقط مؤمنی گناهگار میدانیمش لیکن مؤمن است. و یجوز ان یکون مؤمنا فاسقا غیر کافر، میشود که او را مؤمن فاسق بگن نه کافر. کافر گفتند حق نداره. ایمان ندارد. آخه ما با شما گفته بودیم آدمی که شراب گفته مقصد همین عرق است، شراب گفته تمام همین نوشاکیار هم شراب میگن، لیکن مقصد ما همین عرقی که می نوشن که خداوند و جمعیت ما و شما از او بیزار است، همین در نظر دارم که انسانی که عرق نوشید ما برای شما این صحبت کرده بودیم که ایمان ندارد. برای آمدن مسجد چی معنی دارد؟ آخه کسی زنا میکند یا عرق می نوشد ایمان از وجود او گرفته می شود. مثل چی؟ مثل که انسان لباس خچ از بدنش بدر میکند بیره میگذارد، مثل همون ایمان از وجودش دور کردگی است. برای او مثال نماز جنازه و برای او نماز 5 وقته و برای او مثال مسجد آمدن چی معنی دارد؟